این مال منه یا این؟ دیدید بعضی وقتا بچه‌ها سر مالکیت با هم دعواشون میشه؟ کلاه داره ها، ولی کلاه اون یکی رو میخواد. یه سری از این معضلات مالکیت همیشه ما خانواده ها رو گاهی وقتا حتی مکدر هم میکنه و ما گاهی وقتا دست هم ناراحت میشیم. چه بازی با بچه هامون داشته باشیم؟ بازی نمایشی که بشه مالکیت رو به بچه ها یاد داد و اینکه هر کسی مالک اموال خودشه. پیشنهاد میکنم این بازی رو انجام بدید. یه چیزی که بچه‌تون دوست داره رو یه جای قایم کنید. بعد بازی نمایشی دزد و پلیس رو بازی کنید. بهش بگید میاید با هم دزد و پلیس بازی کنیم، من و تو با هم میشیم کاراگاه و میگردیم ببینیم اون چیزی که گم کردی و خیلی دوستش داری کجاست. شروع کنید گشتن و مهم جلوه دادن اون تو بازی. آی کارگاه این الان گم شده، وای الان عروسکمون گم شده، چیکار کنیم؟ بعد بگردیم پیدا کنیم. آی کارگاه من زیر میز گشتم پیدا نکردم. آی کارگاه برید توی یخچال بگردید. یه مدت گشتن انجام بدید و بفرمایید اگر یه چنین چیزی نباشه سخت میشه، بد میشه. وقتی که پیداش کرد باهاش صحبت کنید. بگید حالا خوشحال شدی برای پیدا کردی، این چون مال توئه. اگر بری مال یه نفر دیگر رو بگیری و اموال کسی دیگر رو ازش بگیری قطعاً اون هم ناراحت میشه. پس اموال هر کسی مال خودشه و اموال تو هم مال خودته. با آن چیزی که داری قانع باش. به نظرم بازی خوبیه. حالا این مال کی هست؟